سلام خدمت دوستان عزیز. امروز بحث جذاب و جالب جنریک ها رو توی فلاتر میخواستم خدمتتون عرض کنم. همینجور که میدونید بچه ها، بحث جنریک ها یه بحث هست که به زبان برنامه نویسی ربطی نداره. شما از یه مفهومه، از اون مفهوم توی تقریبا همه زبان‌های آبجکت اورینتد میتونید استفاده کنید. کارش چیه؟ کارش اینه که میاد بخشی از کلاس ها یا متد هایی که تکراری هست رو برای ما ریوزیبل میکنه. حالا دقیق بهتون توی کد نشون میدم. من چند مدت پیش داشتم با یه API کار میکردم، با این نکته برخوردم، گفتم که حالا خوبه که یه ویدیو آموزشی کنم که دوستانم بتونن استفاده کنن. خب از روی اون API من اومدم یه سرور Node.js آوردم بالا. حالا واسه آموزش خواستم اینو بهتون نشون بدم. اینجا ما 5 تا متد داریم. حالا واسه دفعه اول، حالا با 3 تا متد اولیش کار داریم. ببینید دیتایی که به ما پاس میده اینجوریه: یه رز کد داره، یه رز مسیج داره، یه اینفو داره که این اینفو خودش یه رجکسه، که حالا واسه متدهای مختلف این قسمتش فرق داره. مثلا واسه متد 1 دیتای یکش اینتیجره، دیتای 2 بولیانه، دیتای 3 استرینگه. متد دوم باز این دو قسمت اولیش که هیچی، ثابت اینتیجر و استرینگه. این قسمت اینفوش استرینگ بولیان استرینگ. و متد 3 قسمت اینفو ما دابل داریم، بولیان داریم و اینتیجر داریم. حالا بذار ببینم سرور ران هست. خب اینا رو چون من همه رو گیت گذاشتم، با مرورگرم میتونیم فراخوانی کنیم. ببینید نتیجه اینه. به متد 1 که اومد همینجور که انتظار داشتیم، متد 2، متد 3 اینجوری. خب حالا بریم قسمت فلاتر، کدای فلاتریمون رو پیاده کنیم. ببینید من با API ها که کار میکنم یه حالت کلاس بندی حالا اینجوری انجام میدم راحتم. اول میام یک کلاس API میسازم که اون مسیرهای API رو اینجا نگه میدارم. حالا اینجا یه بیس URL میسازم و حالا هر چند تا متد داشتیم و اینجوری مثلا میام مسیرهاشو اینجا میسازم. و یه کلاس دیگه مدل میسازم. خب این مدل هامونم که خب 100% باید منطبق باشه با مدلی که از API میاد. ببینید باز دوباره همون رز کد و رز مسیج، دیتا 1 و 2 و 3 طبق همون متد 1 اینا گذاشتم مدل 1 اسمش. اینجوری مقداردهی میشه. و مدل 2 مقداردهی میشه. و بچه ها اینا ببینیم که اوورراید تو استرینگش هم اوورراید شده، واسه اینکه بتونیم، چون من میخوام چاپ کنم اینا رو بهتون نشون بدم. و همچنین مدل 3. حالا بعد توی ویدیو جداگانه هم این متد اوورراید رو مفصل براتون توضیح میدم. ببینید که دیتا 1 دابل، دیتا 2 بولیان، دیتا 3 هم اینتیجر. خب اینم از کلاس مدل. و یک کلاس دیگه هم متد. اینم باز خب از پکیج HTTP استفاده کردیم و اومدیم حالا اون API 1 رو کال کردیم، تبدیل به جیسون شده و مدل 1 رو از فرام جیسونش دادیم به این که اون
مدل اون پارامتراش پروپرتیاش مقداردهی بشه و در نهایت اون مدل 1 رو به ما پاس میده و همچنین متد 2 و 3. حالا توی کلاس مین پروژه‌مون هم بریم نگاه کنیم. واسه فراخوانیش هم که خب دیگه همتون بلدید، گفتم از جنس مدل 1 برمیگرده متد 1 و اومدم چاپش کردم و همچنین مدل 2 متد 2 و سومیش. حالا بریم چاپش کنیم با هم، ران کنیم و اجرا کنیم، ببینید با هم. خب پروژه ما ران شد. حالا متد 1 رو اجرا میکنیم. همینجور که میبینید بچه ها، میبینید مدل 1 رو برای ما برگردون. حالا متد 2 مدل 2 رو برمیگردون و متد 3 که مدل 3 رو برمیگردون. خب اوکی. خب اینجا توی کلاس متد ها هستن. ببینید بچه ها، اینجا یه مشکلی هست به نظر میاد. مشکل نه، ببینید این سه تا تابع ما خیلی شبیه هم هست. میبینید یه API ران شده و حالا دکود شده، کانورت شده دیتاش و نهایت به یه مدلی پروپرتیاش برگشته. میبینید بچه ها اینا خیلی شبیه هم هست. ما اینا رو میتونیم توسط حالا یه متد جنریک بنویسیم که این سه تا رو تبدیل به یه متد کنیم. این چیزایی که تفاوت داره اینجا بچه ها اینه: یکی API، این آدرس API ما هست و یکی مدل ما هست. این دوتا رو میتونیم به راحتی پاس بدیم به یه متد که برای ما اینو بسازه. حالا بریم متدش رو با جنریک ها بسازیم، بعد بیایم تحلیل کنیم و ببینیم چه اتفاقی میافته. خب بچه ها، ببینید متد جنریک ها طرز ساخت اون متد اینجوریه: اسم متد رو باید بنویسیم، یه علامت کوچکتر بزرگتر، یه چیزی رو به نشانه تایپ اینجا باید بنویسیم. حالا حتما باید تی بنویسیم؟ نه، هر چیزی میتونیم بنویسیم، ولی قرارداد به این هست که با حروف بزرگ بنویسیم این تایپ رو به نشونه تایپ دیگه. مثلا نمیدونم هر چیزی، مثلا جی بزرگ، ایکس بزرگ، هر چی، ولی اکثر جاها تی بزرگ می نویسن. خب ببینید ما توی متد ها که اون مدل ها رو میخواستیم مقداردهی کنیم چی کار میکردیم؟ میگفتیم که مدل فرام جیسون و یه دیتا بهش پاس میدادیم. این فرام جیسون چی بود بچه ها؟ این فرام جیسون یه متد دیگه، یه فرام جیسون یه متده. خب به راحتی همین متد رو میتونیم به صورت جنریک اینجا بنویسیم. بگیم که آقا اول که چیا با هم داشت فرق میکرد؟ یه دونه آدرس API بود و اون مدلامون. حالا مدلامون از روی چی ساخته میشد؟ از روی یه متد که اسمشو اینجا فرام جیسون میذاریم. ببینید اینجا فرام جیسون واسه همه مدل های متد هست. خب میگیم که همون تایپ تی رو برمیگردونه، تایپی که مد نظر ما هست، و چی هست؟ یه فانکشنه که یه داینامیک، حالا چیز ورودی داینامیک داره، اسمش هم میذاریم کانستراکتور. کافیه همون بدنه تابع رو اینجا بیام پیاده سازی کنیم. میگیم که همون متد get http، این API که ما بهش پاس میدیم و تبدیلش کن به کانورت میشه به جیسون، و
و نهایت از این تابع هم میتونیم اینجوری استفاده کنیم، بگیم که این جیسون رو بهش پاس بدیم و اون تابع ما اجرا میشه و نهایت خروجیش چی هست؟ همون تایپ جنریک که نهایت اون تایپی هست که قرار ما از این متد بگیریم. حالا شاید اینجا یکم گیج کننده باشه ولی موضوع ساده ایه. حالا استفادهش رو بریم ببینیم شاید کامل متوجه بشی. به اینجا 3 تا متد بود دیگه، درسته؟ این متد 1 و 2 و 3 رو من اومدم کامنتش کردم. حالا پاکش میکنیم با هم. اینجا مین متد که قرار شد اون آدرس API رو بریم و اون متدی که قرار استفاده بشه و از روی اون مدل ما ساخته بشه که همون مدل 1 فرام جیسونش هست که نهایت مدل 1 رو به ما پاس میده. واسه متد 2 هم باز همچنین اینجا من API 2 مدل 2 رو بهش پاس میدیم و مطمئنا مدل 2 رو به ما پاس میده خروجی اون متد. واسه مدل 3 هم باز به همچنین مین متد API 3 مدل 3 فرام جیسونش رو بهش میدیم به عنوان کانستراکتوری که قرار از روی اون مدل واسه ما بسازه. خب حالا واسه اینکه مطمئن بشین که دیگه ما کاری به اینا نداریم، این متدامون هم میایم پاک میکنیم. حالا اجرا میکنیم، میبینیم که نتیجه همون میشه و هیچ تغییری نداره. خب حالا متد 1 رو اجرا میکنیم. متد 2 همینجور که میبینیم به طور صحیح داره به ما خروجی رو پاس میده و متد 3 که مدل 3 رو باز داره به ما پاس میده به طور صحیح. خب اینم از این متدامون تبدیل شد به یه دونه متد. حالا بچه‌ها ببینید مدل هامون هم باز همین وضعیت رو داره. اگه توجه کنید این دوتا پراپرتی اولی واسه همش تکرار شده، یعنی مشترکه بین کلاس هامون. میبینید دقیقا این دوتا واسه همه مدل هامون مشترکه. حالا من پیشنهاد میکنم ویدیو رو اینجا آموزش رو نگه دارید و خودتون برید تلاش کنین ببینین که میتونین آیا این مدل ها رو هم به صورت جنریک بنویسید یا نه. و الان بهتون کامل توضیح میدم که اینجا باید چه اتفاقی بیفته. پس اونجا ما ببینید بچه‌ها یه متد جنریک ساختیم، حالا اینجا از کلاس های جنریک میخوایم استفاده کنیم. کلا بچه‌ها به این نکته توجه کنید، هر وقت توی چند تا کلاس و یا چند تا متد دیدید که یه جاهایی مثل اینکه مشترکه، مثل اینکه اون کداتون مثل همه، شک کنید که این میتونه تبدیل بشه به یه متد یا تبدیل بشه به یه کلاس، اونم از جنس جنریک. حالا بریم این 3 تا کلاس هم به صورت جنریک اون قسمت هایی که البته مشترکه بنویسیم. خب بچه ها ببینید یه مین ریزالت برای قسمت های مشترک میام تعریف میکنیم. ریزالت کد و ریزالت مسیج مشترک بود به علاوه این قسمت اینفو که تغییر میکرد. خب با اون تایپ ها تغییر میکرد. مقدار دهیش هم اینجوریه دیگه، اون ورودیمون میاد اینپوتش ریزالت کد و ریزالت مسیج این دوتا مقدار دهی میشه و این قسمت کلاس اینفو باز دوباره همون متد رو اینجا بهش پاس میدیم.
کدوم متد؟ همین متد فرام جیسونه که پاس بهش میدیم، از روی اون مدل ما میاد ساخته میشه. و حالا اگه مدل ها هم بهتون نشون بدم میبینیم که دیگه خبری از رسکود و رزمسیج نیست. اینجا همچنین تو استرینگ هم حواستون باشه پاک کنید. اینجا تو استرینگ هم که میخوایم چاپ کنیم دیگه این اینفو که کلاس مدلامون ساخته میشه، چون که واسه کلاسامون تو استرینگ رو پیاده کردیم، این به راحتی میاد اینجا استرینگش رو برای ما میسازه. خب این مدل 3، این مدل 2، این هم مدل 1. خب متدمون چجوری تغییر میکنه؟ متد ما ببینید اونجا ما گفتیم از جنس تی، حالا میگیم از جنس main result تی هست که جنریکش تی هست. ببینید اینجا باز حالا کلاس یادم رفت اینو بگم. ببینید بچه ها اسم باز واسه تعریف کلاس های جنریک اینجوری میشه. اسم کلاس ها می نویسیم، یه علامت کوچیکتر بزرگتر، وسطش اون تایپمون رو می نویسیم و حالا هر تایپی که خواستیم اینجا واسه اون پراپرتی تعریف کنیم از این تایپ است. بچه این حواستون باشه که محدودیتی هم نداره ها، حتما یه دونه تایپ جنریک نه، میتونین چند تا تایپ جنریک داشته باشید. هیچ محدودیتی توی استفاده از تایپ های جنریک هم تعدادش نداریم. خب این متدش هم، خب این کانستراکتوری هم که بهش پاس داده میشه، همچنین ما پاس میدیم به این فرام جیسون مین ریزالت، دیتاشو پاس میدیم، اون کانستراکتور هم پاس میدیم. خود این واسه فراخوانیش هم چرا داره ایراد میگیره؟ ببینید میگه که مین ریزالت از نوع مدل 3 هست، اما تو مدل 3 رو داری برمیگردونی. راست میگه. اینجا ما مین ریزالت داریم از نوع مدل 3. واسه اون دوتا بالایی هم بریم درستش کنیم. مین ریزالت مدل 2 مین ریزالت مدل 1. خب اجرا میکنیم با هم میبینیم. خب اجرا شد متد 1. میبینیم که به درستی داریم مدلامون رو دریافت میکنیم. متد 3 هم اجرا کنیم و مدل 3 رو داریم دریافت میکنیم. اما بچه ها در ادامه اون API باز یه مشکلی داشتم من. ببینید توی متدای قبلی هر چیزی که توی این کلاس اینفو من دریافت کردم به صورت جیسون بود. ببینید همه جا به صورت جیسون بود. اما بعضی از متدها اینجا مثل اینجا که دارم بهتون نشون میدم لیست بود، لیستی از جیسون ها بود. من اومدم حالا اینجا شبیه سازی کردم 2 تا کلاس. ببینید متد 4 و 5 به صورت لیستی از کلاس های جیسون ما داریم دریافت میکنیم. حالا این هم داریم بهتون بگم که چیکارش باید کنید. خب واسه متد 4 و 5 هم باز ما میایم 2 تا مدل تعریف میکنیم. بچه‌ها ببینید این تایپ هایی که داره میگیره چون فرق داره با مدل های قبلی. اگه فرق نداشت من مطمئنا نمی اومدم یه مدل جدا براش تعریف کنم.
خب با همون فرام جیسون مقداردهی میشه و خب چون که لیست داریم اینجا به صورت لیست برمیگرده، خب مجبوریم یه تابع تو لیست براش نوشتم که لیستی از همین تایپ رو بیاد برای ما برگردونه. ببینید به این بدنه توجه کنید، بدنه تو لیست مدل 4، اینم مدل 5 که خب تایپ هایی که داره میگیره پروپرتیاش فرق داره تایپاش، و خب چون اونم به صورت لیست بود، اینم باز بدنه تو لیست مدل 5. حالا اگر توی فراخوانیش هم بریم نگاه کنیم، میبینیم که این 3 هست که هیچی. خب اینجوریه دیگه. مین متد API 4 این تو لیست رو اینجوری به عنوان اون کانستراکتور بهش پاس میدی. و همچنین برای مدل 5 ببینید مین اینو من یادم رفت. ببینید اینجا مین ریزالت از جنس لیست مدل 4 هست. چرا؟ چون اینجا همینجور که میبینی این لیستی از مدل های 4 رو برمیگردونه. اینجا هم بچه ها واسه جنریک ها چه کلاس ها چه متد ها سعی کنید اینو بنویسید، کار قشنگتر میشه. مدل چند بود؟ مدل 4. اینجوری اینو حتما، یعنی حتما که نه، سعی کنید بنویسید، حرفه‌ای تر میشه. اینم لیستی از مدل های. ببینید چه جالب، خودش میفهمه که داریم اشتباه میکنیم. این یکی از تفاوت های بچه‌ها استفاده از، ببینید حالا توی داکیومنت ها که حالا بگردید بخونید در مورد جنریک ها، یه نکته ای رو اشاره کرده، میگه که چی میگه؟ میگه ارور ها و اکسپشن هایی که توی زمان ران تایم اتفاق میفته رو میاره به زمان دیولپ. یعنی چی؟ یعنی همین اتفاقی که اینجا افتاد. ببینید ما اونجا اگه به جای تی، یعنی به جای استفاده از جنریک ها می اومدیم داینامیک رو تعریف میکردیم، همین اتفاق میافتاد. ولی اینجا اگر همچین اشتباهی میکردیم دیگه همچین اروری رو نمیگرفتیم. کجا ما داریم همچین اروری رو میگیریم؟ زمانی که داریم دیولپ میکنیم، یعنی داریم میبینیم اون ارور رو. پس توی زمان ران تایم وقتی که اپلیکیشن رو ریلیز کردیم داریم دست مشتری، یه دفعه اون اکسپشن اتفاق میفته و ما اصلا ندیدیمه. چرا؟ چون داریم از داینامیک استفاده میکنیم. این مزیت، یکی از مزیت‌های بزرگ جنریک ها همینه، اینو توجه کنید. خب اینو اگه اجرا کنیم، خب اوکی اجرا میشه. ولی ببینید بچه ها، باز دوباره ما اینجا 2 تا متد داریم توی دل این مدل ها که این باز بدنش شبیه همه. و اینجا دیگه از شما توقع دارم که ویدیو رو نگه دارید و برید این 2 تا متد رو به صورت جنریک بنویسید. خب امیدوارم که موفق به این کار شده باشید. ببینید یه متد با جنریک می نویسیم، اسمشو میذاریم میکر لیست، اون اینپوت ورودیشو و دیتاشو بهش پاس میدیم به علاوه اون کانستراکتوری که باید از روش اون دیتاها استخراج و مقداردهی بشه. و اون لیستی که بهش پاس دادیم اینجوری میاد ایتریت میشه. اول ما یه لیستی از همون تایپ، چه تایپی که حالا بعداً بهش میگیم، میسازه. این دیتای اینپوت ورودیشو ایتریت میکنه و یکی یکی این لیست رو پر میکنه. دات اد از این کانستراکتور استفاده میکنه. این کانستراکتور چیه؟ متد سازنده کلاس هامون هست.
میاد یکی یکی میسازه، از روی این لیست رو پر میکنه و به ما پاس میده. خب حالا کافیه توی مدل ها عوض که اینو بیایم تکراری بود دیگه، تکراری نباشه میایم میگیم که return make a list، اینپوتمون اینه، کانستراکتورمون مدل 4 دات from JSON هست و این واسه مدل 4مون، واسه مدل 5مون هم به همچنین. مدل 5 from JSON. خب یه بار اجرا میکنیم این دوتا متد و مربوط به مدل 4 و 5 هم یه اجرا میگیریم. خب پروژه اجرا شد. متد 4 میبینیم که بخش اینفو داره کلاس ها رو به صورت لیست برای ما برمیگردونه و متد 5 همچنین به درستی داره کار میکنه. خب بچه من این دوتا پروژه رو، یعنی پروژه فلاتری و به علاوه پروژه سرور که نود.js هست، حتما توی گیت هاب میذارم و لینکش رو زیر همین ویدیو گذاشته میشه. حتما دوستان لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه که واقعا ما از لایک ها و کامنت هاتون انرژی میگیریم. سوالی هم داشتید در خدمتم. ممنون از توجهتون.